یگانه وریانتی که است رامونوف با لیدر پیشوای ملت بودنش رستم را در سر قدرت بیارد و چنین هم خواست در سال 2020. لیکن در اینجا الیت یتیموف نیست. یتیموف یک بازیگر است که میبیند قدرت در کدام طرف است و او همون جانب را میگیرد. همین خیلی دیگر رمضان را میگیرد. الیت در اینجا آزد محمد ظاهر است. الیت اساسی یعنی راهبر همین الیت که این روز همون راهبر بخور و بگرده است، یعنی همون میخوردگی آدم محمد ظاهر است. محمد ظاهر رو باید رحمان قرآن یعنی سرش رو باید خورد در با تمام معنی، یعنی با الیت تصمیم میگیرد و تا اون الیت رو نشکنی، مثل رامانوف اگر خواهد رستم رو به سر قدرت بیارد و رستم با مشکل روبرو نشود، او باید همین الیت را با دست خودش از بین برد و الیت رستم رو با روی کار بیارد. و نظر شما آیا امکانیت دارد که برای خود امام علی رحمان که یک همین فیگوری هستد، یک نفری هستد که برای باقی ماندنش همه وقت کسی را قربان کرده در سر قدرت، اگر امام علی رحمان جای بیند که قربان کردن پسرش امیر رستم امام علی برای باقی ماندن قدرت همین خانواده هستد، قربان میکند پسرش را یا نه؟ همین مرد که شاید حتی پلیت تکنولوژی رو هم محمد ظاهر چی کرده است، کرو کرده باشد که اونها همین کار رو برای ما استفاده باشد. این هم از احتمال دور نیست پلیت تکنولوژی ها در چهره سازی اسماعیل کار کرده باشند. رنگی که در ازبکستان میرزه های به هیچ کس شناس نبود و یکی پیدا شد، همین خیلی دیگر هیچ کس انتظار از همین اسماعیل ندارد. لیکن اگر از همون محبوبیتش در شبکه ها بگیریم و همون حرکت هایش، معلوم است که پلیت تکنولوژی کار کرد.